تا اونا اینمی حس برشان پیدا شود که ما برادرای داریم در افغانستان و در افغانستان در یک منطقه و ولایت به نام کندوز که اونا با خوشی ما خوشحال میشه و با درد ما دردمند میشه. انه لمن دواعی الحمد والشکر ان احدى اهم اجزاء الامه الاسلاميه وهي سوريا قد من الله عليها مجددا بعد سنوات طويله من الصبر والثبات والجهاد والنضال والتضحيات بأعظم نعمة وهي الحرية وإقامة النظام الإسلامي. We are deeply thankful and grateful that Syria, an important part of Islamic Ummah, has been blessed by Allah once again with freedom and establishment of an Islamic system after many years of patience and struggles.